یک مثالی عادی میارم. در سالهای گذشته یعنی تا جاری نبودن تکنولوژی‌های معاصر حساب و پرداخت نیروی برق، نظام رقمی بیننگی در حسابات شبکه‌های برق 30-40% اهالی حق استفاده نیروی برق را پرداخت نمی‌کرد. یعنی که موافق معلومات برق تاجیک گویا اهالی پول برق را نمی‌دهند. بعد از جاری شدن نظام نوی بیننگی 100% اهالی همچون پورا پرداخت کننده حق استفاده نیروی برق به حساب گرفته می شود در 11 ماه. یعنی وقتی که ما غیر نقدی گذرانده و دیگر پول نقد نیست 100% کار در دیگر طرف. این رقم ها گواهی می دهد که قبلا تحت تاثیر عامل‌های انسانی یا سوءاستفاده از منصب از طرف بعضی کارمندان ساحه پرداخت‌ها پورا به حساب گرفته نمی‌شدند و تلفات بی‌اساس نیروی برق به طور صنعی به ذمه اهالی و دیگر گروه‌های استفاده برندگان نیروی برق گذرانده می‌شد. به اهالی و ماشین‌های آبکش پول را از اهالی جمع آوری میکردن و پول مبلغ را سوء استفاده کرده صنعی بر را به اهالی و ماشین های آبکش بار میکردن، یعنی قرضدار میکردن. این تلفات تنها در شهر دوشنبه در نتیجه جاری نبودن نظام رقمی بیننگی در 11 ماه سال روان تلفات 13% را تشکیل کرد که نسبت به همین دوره سال 2024 7 بند فائزی کم می باشد. در ماه اکتبر سال جاری سطح تلفات در شهر دوشنبه تا 5.1% از 15.1% اکتبر سال 24 یعنی 10 بند فائزی کم کرده شد. تلفات نیروی برق در کشور در 11 ماه سال جاری 3 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل کرده. نسبت به همین دوره سال گذشته 500 میلیون کیلووات ساعت کم شده است. در این مدت بیش از 100,000 مشتریان نو یعنی مشتریانی که در یگان جا نبودند همین قسمت 34 سال برق را استفاده می‌کردند، حق برق را پول برق را نمی‌سپردند. بقای گرفته شده به نظام انرژتیک 1.5 میلیارد سومانی مبلغ زیاد وارد گردیده است. 11 ماه 1.5 میلیارد. این فقط حالا در 5 شهر نایاب شهرهای کلان. تلفات در شهر دوشنبه در 11 ماه سال جاری از 20 به 13% و در ماه اکتبر تا 5% کم شده است. در یک شهر باختر 7,000 مشتریان استعمال کنندگان برق 34 سال توانستند وی کردند. در شهر کلاب از این زیادتر 10,000. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و کمیته انداز وصفدار کرده می‌شوند که در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار جهت گزارش پوره و روند رقمی اداره مالیه دولتی جاری نمودن استانداردهای بین المللی به حسابگیری و حسابات دهی مالیوی در همه سوبیکت‌های خواجگیدار صرف نظر از شکل مالکیت آنها کاربری نمایند. اینچنین تاکید می‌سازم که پورا جاری نمودن این نظام پرداخت‌های غیر نقدی در نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی از جمله مسائل مهمی باشد. حاضرین گرامی، حالا در مملکت حصه بخش خصوصی در استحصال مالها 80% و شغل اهالی 70% را تشکیل می‌دهد و آن همچون قوه پیشبرنده رشد کشور اعتراف گردیده است.
حکومت مملکت را ضرور است که جهت آسان نمودن دسترسی بخش خصوصی و ذخیره‌ها، خدمت‌رسان‌های دولتی، اطلاعات، واسطه‌های ارزان مالیوی، تکنولوژی‌ها و دانش‌ها برای بلند برداشتن رقابتناکی، تهیه و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری و تحکیم موقع در بازارهای وطنی و خارجی تدبیرهای مؤثر اندیشد. همچنین با در نظر داشت عملی سازی هدفهای استراتژیک دولت، کارها در سمت جلب سرمایه خارجی و داخلی، خصوصا سرمایه مستقیم، باید وسعت داده شد. تا امروز برای تکمیل مأموری کنانی انداز، توسعه همکاری‌های فاصله‌ای با شهروندان و اندازپارندگان و گسترش اقتصادی رقمی در دایره برنامه رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2020-2025 یک قطار تدبیرهای مهم عملی کرده شده. تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنانی ساحه، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی الکترونی دولتی، ساده‌گردانی اجرای عهده‌داری‌های اندازی، همچنین بر رشد فعالیت صاحبکاری و بالاروی فرهنگی اندازباری صاحبکاران مساعدت نمودند. با در نظر داشت ادامه اصلاحات و ضرورت تقویت دستگیری فعالیت صاحبکاری، حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که برنامه نوی رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2026-2030 را در مهلت کوتاه قبول و تطبیق نماید. همزمان با این وزارت ادارات دایر به مسئله بلند برداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازباری شهروندان و اندازبارندگان چاره‌های علاوه‌ای اندیشد. حاضرین محترم، در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ضروری در سمت تأمین نمودن رشد باثبات مملکت، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی از حساب همه منبع‌های درآمد سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به 50 میلیارد سامانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 65% یا 20 میلیارد سامانی زیاد می باشد. با وجود این وضع مرکب و پیشگویی نشونده سیاسی و اقتصادی جهان امروز ما را وادار می‌سازد که نظام مالیوی کشور را با معیارهای معاصر مطابق نموده صبراناکی اداره کنی مالیه دولتی را باز هم بلند برداریم. مخصوص تاکید می‌نمایم که صبراناکی خراجات دولتی باید به نتیجه های از هر وقت دیگر بیشتر نگرانیده شود. وزارت مالیه را ضرور است که یکجا با وزارت اداره‌های ساحوی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در این جهت تدبیرهای علاوه‌ای اندیشد. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر ساختارهای داخلدار وظیفه دارند که برای توسعه بازار کاغذهای قیمتناک دولتی و کارپوراتیوی چاره‌های ضروری را عملی نمایند. خاطر نشان می‌نمایم که با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک سبز و تشکیل بازار تکراری فعال و شفاف آنها یکی از وظیفه‌های مهم در این سال میباشد. همزمان با این باید استراتژی رشد بازار سرمایه تهیه و قبول کرده شود. در 10 سال آخر حجم عمومی قرض‌های داده شده 143 میلیارد سامانی را تشکیل داده است، ولی همگی 38% آن و صاحبکاری استحصالی راست می آید که این هنوز کافی نیست. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که جهت جلب بیشتر سرمایه خارجی به نظام بانکی پس‌اندازهای شخصانی واقعی و حقوقی و باز هم زیاد نمودن پیشنهاد قرض و ساحه‌های از ضررناک اقتصاد
بخش صاحبکاری استحصالی تدبیرهای علاوگی را راه اندازی نمایند. برای بهتر نمودن دسترسی صاحبکاران استحصالی به مبلغ‌های ارزان دراز مدت و افزایش دادن حجم قرض پیشنهاد می‌نمایم که فاند کفالت قرض‌ها تأسیس داده شد. اینچنین برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی مردم و توسعه امکانیت‌های دسترسی شهروندان به منزل استقامتی ضرور است که مکانیزم‌های رشد بازار قرض‌های ایپوتیکی را تکمیل داده جهت زیاد نمودن حجم چنین قرض‌ها به اهالی تدبیرهای داخلدار اندیشیده شد. وکیلان محترم، با مقصد نائل گردیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی صنعتی کنانی با صورت کشور در دوره تطبیق آن سالهای 2019-2025 یعنی در 7 سال اخیر بیش از 2600 کارخانه صنعتی با تشکیل زیاده از 87,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شده است. از جمله در سال 2025 400 کارخانه استحصالی به فعالیت آغاز نموده است. برای معلوماتتان در 75 سال زمان گذشته یعنی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری وجود داشت و خلاص. این تنها من حالا گفته ایستادم در 10 سال اخیر از 3,000 زیاد بنیاد کارخانه های صنعتی استحصالی در زمان استقلالیت زیاد گردید. این جای کاری، این حجم استحصالی محصولات صنعتی و همصادرات، حجم استحصالی محصولات ساحه معدن از 7 میلیارد سومانی سال 2020 به 26 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده. افزایش این نشان دهنده 3.4 برابر تامین کرده شد. اگر در سال 1991 در ساحه معدن تنها 3 نامگوی محصولات طلا، نقره و خاکه سرب استحصال گردیده باشد، پس در سال 2025 به 17 نامگوی رسانیده شده است. باید گفت که حالا استحصال طلا نظر به سال 1991 7 برابر، نقره 6 برابر و خاکه سرب 9 برابر زیاد گردیده است. استقلالیت چیست؟ تدبیرهایی در سمت صنعتی کنانی با صورت کشور اندیشیده شده امکان دادند که در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات ساحه 2.5 برابر افزایش یافته در سال 2025 به 66 میلیارد سومانی رسانیده شد. سرعت رشد ساحه صنعت در سال 2025 22% را تشکیل داد. ضرور است که وزارت صنعت و تکنولوژی نو با استفاده از تمام